خوش اومدین به این ویدیوی جدید از چنلمون. من امیرعلی ام. خوشحال میشم چنلمون ساب کنید. امروز اومدیم آموزش ماینکرافت بزنیم. خیلی خوب بچه، ببینین ما واسه شروع بازیمون ابتدا نیاز داریم به چوب. البته این آموزش برای کسایی که تازه شروع ماینکرافت پلی دادن کردن یا بازی کردن، تازه شروع کردن و بلد نیستن. خب اول کار میایم اینجا، ما روی چوب نگه میداریم و چوب میکنیم. ببینین این چوبی که ما داریم میگیریم اسمش اوکلوگه. این اوکلوگا یا چوبای دیگه هیچ فرق نمیکنه، میذارین داخل بخشی که نوشته کرافتینگ. هیچ ببینین شما اینو میذارین و میذارین اینجا. حالا بهتون اوکلوگ وود پلنک میده یا همون پلنک خالی هم میتونین بگین. شما بعد از اینکه چندین تا درخت رو قطع کردین کلی پلنک به دست میارین. هر یه دونه این اوکلوگ ها به شما 4 عدد پلنک میده و شما خیلی کار مختلف میتونین کنین. مثلا با 4 تا پلنگی که داریم میتونین کرافتینگ تیبل یا همون میز کار درست کنین. ببینیم ما همه اینو تبدیل میکنیم به پلنگ. 28 تا فعلا داریم. خب ببینید الان 32 تا داریم. این 32 تا رو میزنین. ببینید اینجا شما یک کتابچه دارید، میزنین روش و کرافتینگ تیبل به دست میارید. الان این میز کار شما کرافتینگ تیبل. وقتی میزنین روش الان شما ببینید خیلی فرق میکنه. اینجا فقط ما 4 تا خونه داریم ولی داخل این خونه‌های بیشتری داریم و میتونیم چیزهای بیشتری و بهتری کرافت کنیم. مثلا من برای کارم نیاز به استیک چوب‌های نازک لازم دارم. خب بعدش نیاز به یه تبر و یه پیککس دارم. با تبرتون میتونین بچه زودتر چوب بکنین، این واقعیته. بعد با پیککس همون کلنگی که دارین هم میتونین سنگ بکنین تا کلنگ بهتری درست کنین و بتونین چیزای بهتری ماین کنین. من الان تا اینجا اینو یاد گرفتم. خب حالا میریم واسه دمیج زدن. ببینید ما الان با دست خالی یا هر چیزی میتونیم بزنیم هر چی که میخوایم. خب ببین من الان خوب کشیدم و بهم سوسیس داد. سوسیس. یه دست من کریتیو میکنم که یه چیزی هم بهتون یاد بدم. نیاز به چند تا اور داریم. آیرون، گولد، دایموند، لپیس، ردستون دست، گولد، امرالد و چیزای غیره. ببینین اینا همشون اور هستن. این آهنه، این طلایه، این دایموند یا همون الماسه، این لپیزه که نمیدونم چی. ردستون معنی همون سیم یا چیزای اتصالی، اینا که زغال خودمونو. امرالد همون زمرده. اینا رو بذارم. خب ما اینجا کلنگ داریم. خب البته این داخل حالت کریتیو بازیه. ببینید میخوام کلنگا رو بهتون نشون. ما همه نوع کلنگ داریم. اولیش کلنگ چوبیه، بعدی کلنگ سنگیه، بعدی کلنگ آهنیه، بعدی کلنگ طلاییه، بعدی کلنگ الماسیه، بعدی هم کلنگ ندرایتی که من بازم معنی اینو نمیدونم. ببینید ما با کلنگ چوبی میتونیم آهنو بکنیم ولی به همون نمیده، اما با کلنگ سنگ خب بهتره، میتونیم بکنیم. با کلنگ آهنی هم بهتره. با کلنگ طلایی ولی بهمون نمیده. با کلنگ الماس خیلی سریع میکنه، ندرایتی از اون سریع‌تر. من پیشنهاد میکنم واسه اول بازی با سنگی ماین کنید. ببینید شما الان میخواین طلا بکنین، نمیتونین با کلنگ سنگی بکنین ولی با کلنگ آیرونی میتونین. با کلنگ طلایی هم میتونین بکنین ولی بهتون نمیده، نمیدونم چرا.
این طلا. دایموند هم بازم میشه با کلنگ آهنی کند، ولی با کلنگای دیگه نمیشه، فقط آهن و دایموند میشه کند. لپیز هم که فکر کنم فرق نمیگرده. اینم ردستونه که با این زغال با همه چی کنده میشه، اما امرالد فقط با دایموندی و آیرونی کنده میشه. میرسیم دوباره به طلا، طلای ندر. هر کلنگی میخواین بکنین. این یه مثال بود برای بازی کردنتون که الان کلنگا رو تقریبا یاد گرفتیم که چه جوری میتونیم مثلا با چه کلنگی باید چه چیزایی رو بکنیم. حالا میخوام بهتون ماب نشون بدم بچه ها، ماب های خطرناک بازی. بعضی از ماباشون وردن کجاست؟ یه دونه ماب میخوام بهتون نشون بدم، مثلا این راویجر. بچه راویجر داخل کریتیو با شما کاری نداره چون جونی نداره شما رو بزنه، ولی داخل سروایور همونطور که میبینین میخواد بزنه بتره کن شما رو و شکست دادنش هم خیلی راحت نیست. این آقا سیاه رو میبینین، اندرمنه. نباید تو چشش نگاه کنید که من نگاه کردم متاسفانه، چون میزنه میکشم. فرار خیلی خوب. اینو تا اینجا یاد گرفتیم. حالا چجوری باید بد درست کنیم؟ برای خوابیدن تخت خواب یا همون بد. بچه شما بعد از ساخت کرافتینگ تیبل خودتون نیاز دارین به همون چوبایی که داشتیم پلنگ. کجا موندن بنا؟ من الان میام مدت پلنگ بشم. و پشم گوسفندم نیاز دارین. حالا چطوری؟ بذارین بهتون اینو گوسفند نشون بدیم اول. نه این نه. بچه دارم از روی صفحه من اسمشو میخونم واسه همین یه خورده طول میکشه. نمیدونم چی به این کجای، فقط من اینو گوستم پیدا کنم. حالا فعلا پیدا نکردم، اشکال هم نداره. ببینید بعد نیاز داریم پشم گوسفند. اگه یه موجودی دیدین که پشم دورش بود، بدونین اون موجود گوسفنده و میتونین بکشینش. یعنی باید بکشین و اگه قیچی داشته باشین میتونین با قیچی هم پشمشو به دست بیارین، ولی بکشین به نظرم راحت تره، البته برای اول بازی. بله شما بعد گذاشتن چوبا اینجوری اصلا هم ربطی نداره، مثلا این 11 تا اون 14 تا این 39 تا هر جور خاصی میتونین بذارین، هیچ فرقی نمیکنه. یه دونه بد به دست میارین و این بد رو بزنین روی زمین، میتونین روش بزنین و بخوابید. به همین راحتی شما یه ذره از ماینکرافت تونستین یاد بگیرین. بعد از این یادگیری شما بعد میتونین بازی کنین. وقتی بازی کنین چیزای بیشتر یاد میگیرین، مثلا ساخت وسیله سنگی و اینجور چیزا. و اگه پارت دوم این ویدیو رو میخواین حتما لایک و ساب بزنین. ببینید بچه اینا گوسفند، حالا رنگای مختلفی دارن. اگه پارت دوم میخواین حتما لایک کنین و ساب کنین. دم همتون گرم. فعلا خدافظ.